دورو بر تو یه عده اضافه کارن که هر کدومشون یه روزی تنهات میذارن. شاید یه روز بیاد بیفتی یاد حرف من، میشد نذاری چشمم این بارون بباره، ولی حیف کارات ادامه دارن. خستم از این که از تو واسه من همش بگن. مامان وای مامان اگه گفتین چیه؟ ترسیدم مادر. مامان حرف بزنید چیه؟ ببینم زود باش حرف بزن. خب حالا ببینم یه لیست دیگه. آفرین مامان چی؟ فقط یه قلم دارم. آفرین مامان بیا بشین تا بهت بگم چیکار کنی. واسه بگم چه خوابی برامون دیدی؟ تو بیا بشین. باشه بفرمایید شما هم بفرمایید. مامان جون من فقط یه دونه لیستم بوده. شما باید چیکار کنی؟ نمیدونم. باید به بابا بگی که به فکر جایزه بنده باشه. بابات گفته حتما باید این امتحانشو بده بعد براش بگیرم. مامان من قول میدم این امتحان خوب بشه. مام جان چقدر عجله داری تو؟ عزیزم ببین خواهر چند سال از تو بزرگتره، تازه براش گوشی گرفتی. مامان قول دادیم تا شب تولد که من دق میکنم. خیلی خوب، حالا پاشو برو امید از کتابخونه بیار، بابات بیاد من باش حرف میزنم برات میگیری. آی مامان عاشقتم. عزیزم کجا مادر؟ وسایلات حواس واسم از ذوق گوشی. سلام خوبی؟ بچه ها کجا؟ نیستن؟ خیلی گرمه. آره خیلی گرم بوده امروز. از شما در نکنه، از شما در نموشه میچسبه از این خستگی. خواهش میکنم. از فاطمه چه خبر نشده؟ زنگ نزده؟ چرا زنگ زده بود؟ حالش خوبه. حال شما رو پرسید. سلام رسوند. حالش خوبه. شما کسی که نداشت؟ نه هیچی. نمورو درماسی نکنه؟ نه هیچی. داشت بگو. نه هر چیز باشه طرف دارم نمیدونم. هیچی. خدا رو شکر که همه چی هست اونجا. فقط آقا میدونی در مورد یه چیز میخواستم صحبت کنم. پریسا امروز خدا رو شکر نمره‌اش آورده بود 20. بعد هیچی دیگه دنبال میگه بابام قول داده شما قول دادیم باید عمل کنیم. راستم میگم. اصلا انتظار نداشتم همه رو 20 بگیره. توکل به خدا بزرگه کارش میکنه. اومدش بهم بگو باش صحبت میکنم. سلام مامان جان. خوبی؟ مرسی. سلام بابا جان. خوبی مامان جان؟ ما بریم به خدمتتون میرسیم. خواهش میکنم. رحم کنم. انشالله خدا بهتون برسه. نهامی اصلا تا چی خبره ما تو شروع کردیم. گرفتم. اینم نهامی بسا ببینم این معلم تو من ببینم. یه سوال ازتون لاغر بیست نگی تو پدر مادر. نمیشه دیگه ما شاگرد مثلا غلط بلد نداشته باشیم همونه. واسه ببینم. بابا اینجا نقطه نداشتم نگاه. بی خود. حالا تو یه 20 دیگه باید بگیری حالا اونم بگی بیا بریم بالا شما. دیگه. خدا بزرگه. برو اونم اونم بگی بیا. خدا اونم 20. باشه حالا بگیر خدا بزرگه. میادی بعدا با هم صحبت. ولی قول دادم. باشه توکل.
پریسا، مادر بیاین نهار. غذا آماده است. چی؟ غذا آماده است مادر جان. شما بخورید منم میام. واقعا که یعنی پریسا، یعنی اینجوری میخواستی به درست برسی؟ صبح تا شب اون گوشی دستته. مگه با هم حرف نزدیم؟ زدیم یا نه؟ حرف نزدیم؟ هر موقع بیکار بودی بری سراغ گوشی؟ باشه چشم. گفتی همه دوستات دارن؟ زشت تو نداشته باشی؟ گفتیم اب نداره. اما دیگه داری شورشو در میاری. دیگه ول کن، اذیتم میکنی. نمیدونم، ازت انتظار نداشتم اصلا. سلام اهل خونه. محمدم، مامان. وای اینجور نگاه. بیاین بیرون مامان. چه خوشگله. اینو نگاه چه خوشگله. مامان، امید، بیاین بیرون بابا، غافلگیر شدم با این روش نوینتون. مامان بیاین بیرون دیگه. مامان. جواب نمیده. دور و بر
سر تو یه عده اضافه کارن که هر کدومشون یه روزی تنهات میذارن. شاید یه روز بیاد بیفتی یاد حرف من. میشد نذاری چشمم عین بارون بباره، ولی حیف کارات ادامه دارن. خستم از این که از تو واسه من همش بگن. چجوری دل میبری وقتی من بیقرارتم. تو خیلی وقت نیستی و باز کنارتم. تو خیلی وقت نیستی و باز کنارتم. نرو، من نمیدونم با این همه خوبی چرا، ولی تو راجع به جدا شدن حرف نمیزدی. تو راجع به جدا شدن حرف نمیزدی. نرو، دقیقه ها شقیقه ها سفید کردن. شقیقه ها همیشه باعث سردردن. کاش بازم دقیقه های با تو برگردن. دقیقه ها شقیقه ها سفید کردن. شقیقه ها همیشه باعث سردردن. کاش بدونی بعد تو رابطه هام سردن. رابطه هام سردن. یه وقتایی دور میشیم، نه از بقیه بلکه از خودمون. هیچ کسی نمیتونه بگه چقدر خوشبخته یا چقدر از زندگی لذت میبره. کی میدونه؟ یه روزی همین خاطره میشه. باید قدرشون رو بدونم. توی دنیای واقعی با آدمای واقعی، اونایی که واسم عزیزن، نباید تنهاشون گذاشت. اونها نیاز به توجه دارن، با تمام وجود و با تمام قلبمون. وقتی که حواسمون نیست به آدمای واقعی زندگیمون، باید وایسیم و از دور به زندگیمون نگاه کنیم. زندگیم تویی که خیلی وقت سوخت دادم. حالا که آزادم دردم این عاشق کسی نمیشم. حالا که خیلی وقت از سکه افتادم نیستی آدم. باید تو زندگیت یه جور بهتری شم. تو با کی دل خوشی که دیگه نیست دلت تو پیش من. دوست دارمت ولی تو که همیشه من. همیشه من تو قعر خاطراتم، ولی باهاتم زنده ام با فکر این که کی میدی نجاتم. دقیقه ها شقیقه ها سفید کردن. شقیقه ها همیشه باعث سردردن. کاش بازم دقیقه های